تیمساری که نون و نمک شاه رو میخورد اما اطلاعاتش رو برای دشمنانش میفرستاد. اسمش احمد مقربی بود، رئیس رکن پنجم ارتش، کسی که مسئول خرید تمام اسلحه های ایران بود. مقربی 30 سال تمام با تجهیزاتی برای شوروی جاسوسی میکرد که وقتی مأمورای سازمان CIA آمریکا هم دیدنشون شوکه شدن. روس‌ها بهش دوربینی داده بودن که لنزش از مورچه هم کوچیکتر بود ولی اسناد رو مثل آینه اسکن میکرد. بعد نوارش رو میذاشت توی یک قلب سنگ توخالی و مینداخت توی پارک، طوری که عقل جن هم نمیرسید. حتی یه پیچ گوشتی داشت که روش دکمه مخفی بود و وقتی فشارش میداد یعنی قرار ملاقات میخوام. اما شاهکارشون یک دستگاه رادیویی بود که وقتی ماشین جاسوسی شوروی به 500 متری خونش میرسید تمام اطلاعات سری رو ظرف چند ثانیه واسهشون میفرستاد. اما بالاخره ساواک بو برد و توی یک عملیات پیچیده مچش رو گرفت. مقربی در نهایت به جرم خیانت به مملکت در 4 دی ماه 1356 اعدام شد. تاریخ ما پر از این نفوذی هاست. واسه دیدن روایت های دیگه پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.